تحت تاثیر اون بودیم و ما اونو درست نفهمیدیم. مارکس نبود، ما در ایران واقعیت قضیه یک لنینیسم داشتیم، نمونه عقب افتاده از سوسیالیسمی که قرار بود کارگری باشه ولی در کشور دهقانی در حقیقت به نتیجه رسید و تبدیل شد به حزبی که همونجوری که به درستی گفتید نتوان تولید ثروت داشت و نتوانست منزلت و ارزش برای انسان کشور سوسیالیستی به همراه بیاره و به همین خاطر هم در حقیقت بعد از 70 سال از هم پاشید. در جامعه ما هم طبقه حزب طبقه کارگر که برنگردم خیلی به عقب توسط حزب توده فکر کنم 1325 اولین همایش بزرگ کارگری ایران که گویا بالاترین تعداد حضور پیدا میکنن در دوره‌ای که هنوز 4-5 سال از سر کار اومدن محمد رضا شاه فقیه در حقیقت در ایران گذشته و حزب توده قدرت زیادی داشت تا در مجلس فراکسیون های نمایندگان حزب توده حضور داشتن، جشن بسیار بزرگی گرفته شده و در حقیقت تا سالها این بود. منتها بعدها نه و در جمهوری اسلامی هم که به هر حال این روز تقلیل پیدا کرد و در حقیقت با تشکل‌های همراه و معادی جمهوری اسلامی از چیز افتاد. در انقلاب بهمن شما میدونید نقش بزرگی داشتن در پیروزی اون انقلاب اسلامی و الان هم در حقیقت توسط جمهوری اسلامی سرکوب میشن. امیدوارم همونجوری که به شما گفتم طبقه کارگر به عنوان طبقه زحمتکش کاربگیر مطالباتی داره، ولی این که ما مطالبات طبقه کارگر رو تبدیل کنیم به دیکتاتوری پرولتاریا و از اون بخوایم یک حکومتی بسازیم، نتیجهش همون خواهد شد که بعد از 70 سال ما دیدیم و متاسفانه در حقیقت شکست سوسیالیسم واقعا موجود در همه جای دنیا نشان داد که اون سیستم بارآور نیست، ثروت نمیتونه تولید بکنه. حقوق بشر در این کشورهایی که سوسیالیستی به قول شما گفتید اساسا نادیده گرفته شده. همین الان ما نمونهش رو میبینیم، نه در چین که باقی مانده و تتمه اون کشورها هستن یا دگردیسی شده اون کشورها هستن و نه در پوتین شوروی خبری از حقوق بشر و حقوق بنیادین انسانی وجود نداره.